تو فقط یک بدن نیستی. تو فقط یک ذهن نیستی. تو میدونی از انرژی هستی که با یه فرکانس خاص در حال ارتعاشی. پس از خودت بپرس من چه انرژی رو به جهان میفرستم؟ آیا با اعتماد به نفس، یقین و اقتدار در زندگی پیش میرم؟ یا ناآگاهانه اجازه میدم تا ترس، تردید و ناامنی زندگیم رو هدایت کنه؟ فرمون زندگیت رو به دست بگیر و هدایتش کن. نذار شرایط بیرونی تو رو از تعادل خارج کنن. انتخاب کن، احساس کن و اون احساس رو در درونت ایجاد کن. این ذات وجودی تو، پر از مهر اما پر اقتدار.